سلام بینندگان گرامی. امروز میخواهم درباره همون سلدتی صحبت بکنم که همون اسکر بچه صحبت بکنم که در قرقیزستان لاتوکوبش کردن. شاید که گناه خودش باشه یا که یگان گناه کرده باشه و او طرف گذشته باشه، اما این کار برای ما یک درس میده. درسی اساسی ای همی است که برای ما ملت نشان میده که نگاه بکنین که مردم همسایه چی قدر ناترس هستند. مردم ما از عسکر و از امنیتی و از همه ترس دارن، به خاطری که این ملت خودکش است، به خاطری که این ملت یک ملتی است که همیشه خودی ها را بد میگه، همیشه خودی ها را یعنی که میکشه. مردم ما در حقیقت از میلیسا ترسناک شدگی هستند. مردم ما در حقیقت از همه چی میترسند. یک تاجیک میخواهد که بمیرد، اما به خاطر قانون خود و به خاطر دفاع خود یک گپ نمیزنه. این در حقیقت یک چیزی است که انسان ها را در تاجیکستان یا در کشور ما نشان میده که ای مردم، شما نگاه بکنین که در اینمی همسایه کشور شما، در اینمی نزدیکی شما یک کشور به نام قرقیزستان است. این در همون قرقیزستان حتی اگر که عسکرت میروه یا که دیگرت میروه میگیرن لطش میکنن، با گریستنیش نیمونن. همین امنیتی ها که مردمی بگیم که سری مرز اذیت میکنن که یگون گپ نزنین، خب کنین، همین یگون گپ نزنین، مردم بیچاره ترسناک است. هم دیگه امنیتی در ترسای، هم دیگه عسکر در ترسای. به همون خاطر شهروندای جمهوری تاجیکستان، همه برادرانی که من و سخنهای من گوش دارین، من از روی مستی با شما صحبت نمیکنم. این مقصد صحبت های من این است که برای شما بگم که دوستان عزیز، این طور نمی شود. این طور نمی شود. هر یک تاجیک باید مثلی که در قرقیزستان قرقیزا یک عسکری تاجیک لاتوکوب کردن، شما را باید همونطور باشید. شما را باید به خاطر دفاع خانه خود بزنین، لاتوکوب کنین، با گریستنی نمونه رویشو کنین. خداحافظ.